انیمیشن شارژ گوشی سامسونگمون رو چطوری به این خوشگله تغییر بدیم، یا به این مثلا، یا اصلا این. برای این کار وارد اپ تیک تاک میشیم و از بخش سرچش اینجا تو این گوشه بالا سرچ میکنیم شارژینگ انیمیشن. خب اینو که سرچ زدیم ویدیوهای مختلفی برامون میاد، هر کدومو که دوست داشتیم. مثلا اینو میزنیم روی دانلود، این گزینه شیر رو میزنیم، اینجا دانلود میشه و چند ثانیه صبر میکنیم تا توی گوشیمون سیو بشه. بعد از اینکه ویدیوهایی که دوست داشتیم و از توی تیک تاک دانلود کردیم، میایم و وارد تنظیمات گوشیمون میشیم، میایم به بخش حالت‌ها و برنامه‌های روزانه. اینجا میایم تو بخش برنامه‌های روزانه، این وسط پایین این مثبت بالا رو میزنیم. حالا روی بخش اگر تب میکنیم روی اگر و میایم پایین و بخش وضعیت شارژ رو اینجا انتخاب میکنیم. انجام شد. حالا میایم روی پس، روی این مثبت میزنیم و میایم به بخش تصویر زمینه. تصویر زمینه صفحه قفل رو انتخاب میکنیم و از بخش گالری ویدیوی مد نظرمون رو مثلا هر کدومی که دوست داشتیم، مثلا من اینو انتخاب میکنم، اینجا کنسل رو میزنم و بعد توی این گوشه بالا انجام شد رو میزنیم، این پایین ذخیره، انجام شد و تموم شد و رفت. هر زمانی هم نخواستیم وارد تنظیمات میشیم، میایم به بخش حالت‌ها و برنامه‌های روزانه، این بخش وسطی برنامه‌های روزانه و این قسمت رو میگیریم و به این شکل پاکش میکنیم. بچه‌ها ویدیویی رو که دانلود میکنید زمانش رو بیارید زیر 15 ثانیه. من مهدی ویسی هستم و اینجا هم مستر موبایل.